باردارکنی صنعی را در تاجیکستان فقط در یک شفاخانه انجام می‌دهند. با شرافت باردارکنی صنعی در 5 سال گذشته 150 کودک تولد شده است. ما این مدت قریب 13-14 سال فرزنددار نبودیم. ایران رفتیم، خیتای رفتیم، چند جای دیگر رفتیم، طبابت کردیم، نشید. بعد آمدیم همین مرکز طبی نصر جمهوری تاجیکستان، طبابت گرفتیم 5 ماه. خدا رو شکر این دوگانه حسن حسین داریم. چند سال فرزنددار نشده؟ 7-8 سال. در این مدت چیکار کرده؟ طبابت گرفتم ولی نشد. برای همین اینجا آمدیم. در اینجا نه همه زنها را به طور صنعی باردار میکنند. اول معالجه میکنند تا از راه طبیعی حامله شوند. اگر نتیجه نداد اصول صنعی باردارکنی را استفاده میبرند. ما اول تشخیص میکنیم و با نظر داشتن نتیجه های تشخیص اصول مناسبی را انتخاب میکنیم که به بیماران کمک کند. قیمت معالجه هم با نظر داشت بیماری است. اصول های باردارکنی از 2 تا 5 هزار دلار را تشکیل میدهد. شانس باردارشوی بیمار تقریباً به 38% میرسد. متاسفانه مردم ما پول زیاد ندارد و ما همیشه وضع آنها را به نوبت میگیریم و گذشت میکنیم. اگر باردارکنی 2 بار نتیجه نداد ما فقط خرج دارو و لوازمات را میگیریم. برای کاری طبیبان دیگر پول نمیگیریم. نه همه جفت‌های بی‌فرزند در تاجیکستان پول معالجه در این شفاخانه را دارند. اما بنا به آمارها در تاجیکستان تقریباً 12% جفت‌ها مشکل بی‌فرزندی دارند. پایین آوردن قیمت باردارکنی صنعی مشکل است چون دارو و لوازمات را از خارج می‌آورند. من حالا آمار آوردن نمیتوانم چون که متاسفانه بسیاری ها به سبب مشکلات گوناگون اجتماعی به ما مراجعت نمی‌کنند. آنهایی که پیش ما میآیند قبول می‌کنیم. هیچگاه نگفتیم که دستمان نمی‌رسد. هرچند در شفاخانه دستشان به همه احتیاجمندان می‌رسد ولی رهبریت نیت دارند در شهرهای بزرگ کشور شعبه باز کنند. چون که احتیاج به سفر و زندگی در دوشنبه از بین می رود و قیمت باردارکنی صنعی پایین می آید و ممکن است شانس احتیاجمندان کم بضاعت برای یافتن فرزند بیشتر شود.